در 7 سال آینده با مقصد گسترش بخشیدن کارها در سمت تأمین استقلال انرژتیکی کشور ما ساختمان نیروهای برقی آبی و خطهای انتقال برقی آغاز گردیده تجدید نیروهای برقی آبی عمل کننده و بنیاد اقتدارهای نوی استحصال نیروی برق را ادامه می‌بخشیم. طبق ارزیابی کارشناسان بین المللی حالا تاجیکستان از روی فائز استحصال انرژی سبز در قطار 6 کشور پیشرفت سیاره جای داشته بعد پوره به استفاده دادن نیروهای برقی آبی راغون در قطار چهارگانه اول کشورهای مذکور قرار می‌گیرد. یعنی موقع تاجیکستان باز 2 زینه بالا می‌رود. با این وسیله سهم تاجیکستان در بهداشت وضع اکولوژی منطقه و سیاره وابسته به کاهش دادن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای زیاد گردیده در کشور برای رشد اقتصادی سبز زمینه باز هم مساعد فراهم آورده می‌شود.